قاری درویش شما تصویرش ببینین. بله اینمی جوان میگه که شاگرد ماست. در حساب نعتخوانی شاگرد ماست. سپاری قرآن حفظ داره. در نعتخوانی شاگرد خودم است. یعنی خود در نعتخوانی خلیفه هستی؟ نه خلیفه نیستم. خبو بچه اگه خلاص کرده. خو یک کس که خلیفه باشه او شاگرد تربیت میکنه. کا کنیم یک گپ دیگه است. همین آدم خلاص گپ میزنه گپ حق میزنه. نه ببین. کامش که ثبوت است کو. کار بی ثبوت آوسکو. همین کار بی ثبوت کار مزه نمیده. مزه نمیده. این قاری درویش این کتیمه یک جای خوانده اینه که شاگرد ماست بگو خو خیره. قاری درویش هست یا نه؟ قاری درویش است قبول دارم. اما خودت که به ما نشان ندی اکو چرا هم خلیفه هستی که به ما روزه است نه صدای منه بده روزه ما چیستیم خیلی ما روزه نیستیم. برو یک خدا آماده دیگه تمامتان این طرف به این استاچین کوکو نیم می بغل استاچو روی تو می طرف بگی که باز کوکو نیم این در جیبکت بان این در جیبکت بان در جیبکت بان که کبلکان نبی نسکانش برد بیا دیگه برو کبلکان نمیشه. سر بازار جان سودای احمد سر بازار جان سودای احمد دو عالم پر شده است غوغای احمد دو عالم پر شده است غوغای احمد احد در صورت و جلوه کرده احد در صورت و جلوه کرده ببین با چشم دل سرای احمد ببین با چشم دل سرای احمد زدها تا بیا سین و مدثر زدها تا بیا سین و مدثر گرفتر پیش تغرای احمد زمین مدهوش و به خود ساکن افتاد زبر رستن گلهای احمد ملائک جمله از خوردن بری گشت غذایشان شربت مینای احمد درون جان من توبای توحید یقین رویید از بالای احمد ز شور عشق میخوانم نوایی با یاد نرگس شعلای احمد هزاران درود و هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه الصلاة و علیه السلام ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. نه یک دقیقه کمیجا باشن شما باشین همیجا عکس میگیریم بگی همی عکس ما را بگی البامیان آمدی؟ او از کومرد آمدی؟ نام خدا شد آرام باشی. این حال بیادر من فهمیدم که خودت هم استاد است. نیستیم چی استاد هستیم شاگردم نمیره. چطور بود کاکا بنده؟ در جمله شاگردم نمیره. خوب آواز رفیقت است؟ تو شنیده بودی صدایشو؟ شنیده بودی؟ آه موبایل دیده. عالمی کلکارم نشان بده. انگشتر ها همینجا انگشتر سودا میکنم. نامم نقیب است مشهور به سوخت ملنگ هستم دیگه. می نامت نقیب است مشهور به سوخت ملنگ است و انگشتر فروش است. دیگه چیزی که می کابل پرسان کنیم میشناسن. همینجا انگشتر سودا میکنم. ما دیگه خرچش تو کار از همین پیدا میکنم. ملنگ سوخته؟ سوخت ملنگ کل اصلا نامم نقیب الله صاحب. از این نایه اول از پدر مادر از این نایه اول هستیم. دیگه چیز خدمتت می باشه دیگه مادر خدمت والا بسیار خوش شدیم. خدا کیت خوبی. یگان دفعه اگر دق آوردیم از این بعد
حال دیگه جایت دیدیم که پیدایت کنیم اینجا کمی خورد کلانه بگو سوخته ملنگ میگه اینجا قراش اینجا سوخت ملنگ بگیریم در موتر بشانیم بریم تا تمیم صاحب خوب سرش یک ذره بخوانیم سعید بچه ما در خدمت هستیم دردای دل ما را دوا کنیم ما در خدمت هستیم خدا خیرت بده کارا جور است انشاءالله خدا که خوبی که شکر هست هر کسی که ناشکری میکنه ایمان ضعیف باشه فکرت باشه ایمان ضعیف ناشکری میکنه ایمان قوی که از چیزی که رسید برش اون برو شکر میکشه ایمان کسی که قوی باشه در یک انگشتر فروشی هم اولادا را سیر میکنه اونم غنیمت است خدا میره کل عاید روزگارت نمیست خدا میره خیر ببینی همین کاکانایی ما چی کردی کاکانایی کم مانده خوب کاکانایی کدام روز با گپ ما گوش کن مصاحبه نکن من امروز مصاحبه نمیکنم بگو فقط میگم پرسان میکنم ازت مصاحبه نه مصاحبه رو بیکی در جایش بان چه وقت میشه سر چوک هستی من از 50 بالا شده سن 70 است 55 سال است که من اینجا موجود هستم 55 سال میشه کاکانایی در سر چوک کار میکنه اما چی کار میکنه یعنی اول خود من تبنگ سیگرت داشتم سیگرت فروش بودی دو مردم معتاد ساخته بود معتاد دیگه عالم ساختم من چی ساختم از اون سیگرت های علم سودا میکنی علم چستکفیر و 55 و این در پا بود و یک کوچی سیگرت حالا به 500 یافت نمیشه شروع کار در سر چوک از سیگرت فروشی بود بعد از او باز چی کردی؟ بعد از اون دیگه باز من انگشتر فروشی دال را دیگه نقرت همی هر رقم که انگشتر هر باشه چیز از زمرد تا یاقوت تا میشناسیش؟ بیروج کلش هم میشناسم بچه کدام منطقه هستی؟ بچه اینمی سنگ تراشی شما مذهبی از پدر مادرم از یارت بابای خودیست پدرم از کوچه بارانه است نه و بابا از نای اول است اما حاجی صاحب وکیل بابای خودی که بود تمام فوت حاجی صاحب عبدال خدا مغفرتش کنه شما نام خدا کلام شده بود داماد از بچه خاله من میشد پرویز دامادش بچه خاله پرویز فوت شد وام در سرطان کشتی رو هم هیچ کس نه خیر باشه سال دیگه بیایم در رمضان که کاکانایی ما باشه اینجا باز هم تو یک نعت برای ما بخونه ملنگ میخوانم این خلاشت قصه ما بس امروز ما میمون میشی باشه برو پنایت با خدا باشه تشکر خدا حافظ بولانی هم در چوک کابل بولانی پلا و هر شایی که بگوی پیدا میشه ما دم خدمت کرده میتونیم خدا خیر بده نه یگان روز دیگه با سعی جور میکنید بخیر دیگه حالا وقتش نیست کاکا نامت بگو برای ما نام میراجان این نمی کاکا میراجان هم نامش حداقل ثبت کنیم همینجا بودن باز شهر کابل بودن باز شهر کابل نامش رقم ولایت بودنش بریم میشناسه میگه که از این ولایت است میشناسی چند سال از بودن باز هستی والا ما از 65 میشه 65 میشه بودنی خودت چطوره بودنه داری یا نه داره خودشم همین بودنه که خودت نگاه کردی چقدر وزن داره والا وزن تا وزن دیگه 200 نیم کیلو یک پاو یک خورد میشه وزن همین خودت نگاه کردی حالا خوب پیش نیست او بودن بازاد او کلاگک نگاه میکنه نه خلطگک نیست برو دیگر دفعه باز کن بازار برای ما برو خدا که ایت خوبی کنه برو آرام خدا یارت باشه. من میگم سر چوک کابل این قسمت ها بند شده به طرف ایران وصل میشه به سر پل خشتی و اینجا کار ساختمانی جریان داره و میگن که یک زیرزمینی اینجا میسازن. ما شنیدیم مثل گپای سر چوک اینجا زیرزمینی میگن زیرزمینی ساخته میشه. کی خبر داره این که زیرزمینی است یا نیست؟ من زیاد نمیفهم. بیا کامرایت مصاحبه کنم. بیا السلام علیکم. سلام علیکم. پیدا میشه خودش برو. بچه باز که چی میکنی اونجا 4 تا ریش سفید چقدر گپای خوبی زد. بله مصروف نسازن کاکارا. نامت بگو برای ما. نام عبدالمالک. کاکا مالک. بله. چی سودا میکنی؟ نمی بوتای کنه سودا میکنیم، چیزای کنه خرید کنه فروش هستی؟ کنه فروش سر چوک. کنه فروش سر چوک. بله. امی چوک هر جای چوک داره، اما این سر چوک کابل بیخی دیگه باز مشهوره. اینمی چوک سپاه گمنام بیخی مشهور است. چوک سپاه گمنام میره. بله. چرا سپاه گمنام میگه؟ دیگه زمان پیش مردم قسم میکنه که نمیجا کدام
اسکر فامیلی گم شده چه ترکی شده دیگه ایره به نام سپاهی گمنام یاد میشه. سپاهی گمنام. سپاهی گمنام بله. و چند سال از خودت در چوک سپاهی گمنام کار والا میکنی؟ اسما میشه به حدود 30 سال شوه، ضعف شوه، کم شوه به همین این بین 30 سال کم و زیاد است مثلا. بله بله در ریش همیشه سفید کردی. ریش همیشه سفید کردیم. چیز پیدا کردی یا نه با؟ والا خدا مهربان است دیگه، روز ما پیش میره دیگه. اونم کدی در 30 سال که نان شب و روز پیدا نه نان شب روز پیدا کردیم دیگه، نمیقدر فهمیدی کار کردیم. بله حالا اینجا میگه کار جریان داره چی گپ است؟ نه اینجا دیگه میگن مچم چیزی کدام چیزی جرم از زیرزمینی جرم میشه، مچم چه ترکی میشه دیگه، می ترکی میگن دیگه. تو معلومات دقیق من ندارم. خیلی ببینی حالا چی داری؟ کرتی داری با فروش؟ دیگه اینی فعلا این کرتی است، اینی یک دو جوره بود. همین جمپر ما چند فروخته میشه نگاهش کنی؟ همین جمپر تو دیگه وقت قیمتش بالا بود حال دیگه، چون که مردم حالا اگه میال پیش بانم چند سودا کده میتونی؟ امیره همین حال که بسیار ما سودا کنمش 1.5 ساعت. که بیادر میده چند هزار خریده؟ قربان سر رفتیم با مان خدا. برو قربان سر شبت خوش، خدا حافظ. خیلی ببینی